یعنی برادر داشتم 13 سال پیش بود. بعد از تویش 25 روز زندگی کرده وفات کرد. یعنی عجلی ناگهانی شد. اونجا زن گرفتگی بودن. همین 33 روز زندگیشون بود که رمضان آمد. 15 روز زندگی کردنشون بود با زنشون. بعد همین والدین من خیلی نمیدونستم، نمونده بودم که برادرم روزه گیرد. 15 روز شد رمضان گذشتن از دنیا. اما روزه هایی که ماند از وی، اکنون ما خواهرها مدت چند سال است که همین مسئولیت میکنیم و هیچ سبحان الله تمام جد میخواهیم که روزه هایش رو یعنی تقسیم کنیم بین هر هستیمون. یعنی چی هر روزش رو 60 روز حساب میکنیم. چقدر خوب میفرمونده خواهر جان، این چیزی که شما گفته استادید یکم از روی جاهلی آن برادرتان خوردگی هستند. خداوند رحمتشان کند، الها مغفرتشان کند. از روی دانوگی نه، یعنی ندانسته خوردگی هستند. به فتوای آدمای کلانسال در جای ما هم یعنی نو عروسان و نو خانه‌دار شده ها رو نمیمانند. در این وقت شما میتوانید فقط برای اینکه کلن شبهه ها از بین رود تقریبا 90 کیلو برنج یا ارد رو به یگان خنبقل بدهید. فهمیدید؟ 90 کیلو برنج و یا ارد رو به یگان خنبقل بدهید، دیگر کفایه میکند با همین. شرط نیست شما روزش رو تقسیم کنید یا دیگر برای هر یک روز دو ماه بمانید. برای اینکه اینجا اگر حساب کنیم هم در نزد بعضی علما چند بار گناه کرده باشی یک کفاره انشالله با آن بخشیده می شود. فقط 90 کیلوگرم ارد رو یا برنج رو بگیرید و با یگان خنبقل تقسیم کنید، همین که کفایه می شود. و یکم خورم. اگر و یا بیمار می بودن چیزی دیگر می بود لیکن آنها ساق و سالم بودن. برای همین بهترینش کفاره 2 ماه رو همین گونه با خوراک می دهید. جزاكم الله و یکم خورم.